حمید تقدسی هستم با 29مین قسمت از مجموعه از ازدواج تا طلاق. دوستان، در قسمت‌های گذشته تلاش کردم نگاهی تحلیلی داشته باشم به آسیب شناسی ازدواج و اون عواملی که ازدواج‌ها رو به سرانجام طلاق میرسونن. از این قسمت قصد دارم با یک سوال اساسی و چالشی روبرو بشیم، اینکه آیا ازدواج همچنان میتونه پاسخگوی نیازهای انسان امروز باشه؟ من معتقدم این سوال بسیار مهم و بسیار دشواری هست. مهم از این جهت که من و شما یا ازدواج کردیم و تشکیل خانواده دادیم، یا ازدواج نکردیم و منتظر وقت مناسب و شرایط مساعدش هستیم، و یا اینکه ازدواج نکردیم و فعلا ازدواج کردن رو کاملا از برنامه زندگیمون حذف کردیم. در هر سه حالت مقوله ازدواج چالش جدی و تعیین کننده ای توی زندگی ماست که باید واقع بینانه و عاقلانه و بالغانه بتونیم تکلیفمون رو با اون روشن بکنیم. و دشوار از این جهت که دوستان، تکلیف انسان دیروز و نسل‌های قبل از ما با ازدواج کاملا روشن بود و ما باید خوب بگردیم و دقیق پیدا کنیم در دنیای امروز واقعا چه اتفاقی افتاده و انسان امروزی چرا با اصل ازدواج یک مقدار بلا تکلیف و گیج و درگیر شده. اگه دوستان واقعا بخوایم جوابی که برای این سوال مهم و دشوار پیدا میکنیم پاسخی علمی‌تر و جامع‌تر و عمیق‌تر و قابل قبول‌تر باشه، به نظرم باید قبلش روی 4 پیش‌فرض اولیه با هم دیگه به توافق برسیم. اول اینکه انسان امروزی با یک رشد جهشی و انفجاری به شدت آگاه‌تر شده، گرچه عاقل‌تر نشده. نگاهش به درون و بیرون خودش بسیار عمیق‌تر، بسیار گسترده‌تر از گذشته شده، گرچه فقط آگاهی و علمش گسترش پیدا کرده و هنوز اکثریت از عقلشون اون بهره لازم رو نمیبرن. پس انسان امروزی خیلی خیلی بیشتر از قبل میفهمه و میخواد و از ازدواج و تشکیل خانواده خیلی خیلی بیشتر انتظار داده و شدیداً هم سختگیر و پرتوقع و کمالگرا شده، در حالی که همقدر رشد آگاهیش این انسان کاملتر و بالغتر نشده و در ازای اونچه که بیشتر میخواد هنوز نمیتونه بیشتر هم بپردازه و مسئولیت قبول کنه. در واقع برخلاف پدران و مادران ما، ازدواج برای ما دیگه یک هدف اصلی و اجتناب ناپذیر تو زندگیمون نیست. فقط وسیله‌ای هستش که باید بتونه ما رو خوشحالتر و کاملتر بکنه و اگه این وسیله کارش رو درست انجام نده دیگه برامون تبدیل به یک بار اضافی و مزاحم در زندگیمون خواهد شد. دومین پیش‌فرض پذیرش و توجه به این واقعیت هستش که ازدواج در جوامع مختلف و به خصوص جامعه ایرانی امروز پروژه نسبتاً ناموفق و پر اشکال از آب در اومده. درصد طلاق‌ها ابداً موجه و قابل قبول نیست و اگه اون طلاق‌های روانی و عاطفی مخفی رو هم بخوایم به طلاق‌های حقوقی اضافه کنیم، مجبوریم این واقعیت دردناک رو باور بکنیم که ازدواج‌های موفق خیلی کم و کمیاب هستن و اینکه بسیاری از جوانها و میان سالها گرایش جدی به ازدواج ندارن. این باید ما رو مجاب کنه که شجاع‌تر بشیم و واقع بین‌تر بشیم و قبول کنیم ازدواج در دنیای امروز واقعا گرفتار بحران و چالش جدی شده. سومین پیش‌فرض قابل تأملی که روی این هم باید با هم دیگه توافق کنیم این هستش که اغلب راه حل‌ها و اغلب راهکارهای فرار و یا عبور از بحران ازدواج واقعا جواب نداده و مصداق از چاله به چاه افتادن است. اون خیانت‌ها و روابط فرازناشویی گسترده و فراگیری که زوج‌هایی که در تله ازدواجشون گیر افتادن انجام میدن، اینها جواب نداده و جواب نمیده.
از طرف دیگه خیلی از زن و شوهرها هم ترجیح میدن و بهترین انتخابشون این هستش که با یک رابطه مریض و مرده و به حالت کما رفته به سازش برسن، به یک همزیستی خفتبار و پر از رنج مسالمت آمیز برسن که اینها هم افسردگی و اضطراب و مرگ روانی در انتظارشون هست. اونهایی هم که دیگه به ته خط میرسن و با جراحی طلاق به دنبال نجات و به دنبال شروعی دوباره و جبران شکستشون هستن که باید قبول کنیم بدبختانه پر آسیب ترین و کثیف ترین و ناعادلانه ترین و بیمارترین طلاق ها در دادگاه خانواده سرزمین ما داره اتفاق میفته. و همینطور ازدواج های سفید هم هنوز روابطی تعریف نشده و پر از ابهام و بعضا پر از تضاد و پر آسیبی هستن که برای اینکه اگر بخوان روزی جایگزین ازدواج رسمی و قانونی بشن حتما هنوز راه طولانی در پیش داره و به خصوص در جامعه ایرانی به نظر میرسه الان کسی دوست نداره یا جرئت نداره که چندان وارد یک همچین مقوله و حوزه‌ای بشه. چهارمین پیش‌فرضم این هستش که ما دوستان به واسطه 4 نیاز هستش که تن به ازدواج میدیم: نیاز جنسی، نیاز عاطفی، نیاز مالی و نیاز به داشتن فرزند. اگر کسی حالا از خیر 4 یعنی نیاز به بچه دار شدن بگذره و 3 رو هم نیاز مالی رو هم وارد کانال ازدواجش نکنه، به هر حال مجبور هستش که راهی و سبکی از زندگی رو برای تأمین اولی و دومی پیدا کنه، برای تأمین نیازهای جنسی و نیازهای عاطفیش، و این به معنی لزوم حضور جنس مخالف در زندگی ما هست. در هر صورت باید رابطه با جنس مخالف برقرار بشه و وجود داشته باشه و اگر انتخاب شما ازدواج هست، یعنی در قالب چنین رابطه‌ای، در قالب ازدواج جنس مخالف رو به زندگیتون دارید دعوت میکنید و اگر انتخاب شما ازدواج نکردن هست، پس مجبورید جواب بدید و پیدا کنید که در قالب چه الگویی و چه رابطه‌ای میخواید جنس مخالف رو وارد محدوده زندگیتون بکنید. پس اگر ازدواج نه، باید جواب بدید جایگزینش چی هست. حالا دوستان، این 4 پیش‌فرض رو که کنار هم بذاریم میبینیم که اصلا نمیشه خیلی ساده و صریح و قاطع حکم صادر کنیم که ازدواج دیگه جوابگوی نیاز انسان امروزی نیست و در دنیای امروز و در دنیای فردا تشکیل خانواده هسته‌ای دیگه داره کمرنگ و کمرنگتر میشه و رو به زوال هست. یا اینکه بخوایم قاطعانه حکم صادر کنیم ازدواج و تشکیل خانواده هسته‌ای قاموس بشر از روز اول بوده و تا آخر دنیا هم خواهد بود و هیچ جایگزینی هم براش وجود نداره. هر طور شده فقط و فقط باید درستش کنیم و انتخاب دیگه هم مطلقا در کار نیست. اینها دوستان بحث‌های بسیار جذاب و اساسی و مهم و تعیین کننده و البته چالشی هست که من در حد بضاعت هم تلاش میکنم که اون رو با هم دیگه ادامه بدیم. قسمت‌های بعدی و سایر پادکست ها رو دعوت میکنم در پیج اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام ما دنبال کنید. موفق و شادمان باشید. دنیایی دیگر در حال شکل گیری است. در انفجار پی در پی این همه تغییرات، گویا قدم در سیاره‌ای جدید می‌گذاریم. برای انسان امروز، زیستن با قوانین گذشته سرانجامی جز بنبست و ناکامی ندارد. من و تو مجبوریم قواعد بازی در این دنیای جدید را از اول بنویسیم. با گروه روانشناسی ارتباط مؤثر در جستجوی پاسخ‌های متفاوت به چالش‌های زندگیمان باشیم. کلینیک روانشناسی مجازی، ارائه دوره‌های آموزشی و مشاوره تخصصی
آنلاین.